الرحمن الرحیم. نام معلم غلامسخی، رئیس شورای قریه کلخور. در قریه ما همچه حادثات قریه 42 خانه چپه شده که نه خیمه رسیده، نه هیچ منبع، نه اینجوری اصلا سروی نشده، کسی دور نزده. ما از ولسوالی روادسنگی دوریم، منطقه دوریم، هیچ کس دور نزده به این محیط. نه یک طفلای ما مریض شدن و زنهایی که به شکماق و طفل داشتن به بخش طب نیاز دارن که دکترای زن بیاین، اطفال ما نگاه کنن، در بخش صحت نگاه کنن که اکثر مردم ما روانی شدن و خانه ها اکثرا شخ کرده و اکثر مقداری که چپه شده هیچ کس از ترس و وحشت و هولاک از این زلزله به خانه رفته نمیتونه. ما از تمام این جوها، از تمام مؤسسات خارجی، از تمام منبع کمکی، از تجارا خواهان کمکیم. اگر به داد ما نرسن، قریبه که هوای سرد در این محیط زیاده، اگر نرسن امکان تلفات انسانی و حیوانی در محیط ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.